هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، این موضوع را با دقت گوش کنید، بسیار موضوع جالب می باشد. مرد نزد شیخ رفت و گفت: هر زنی را می بینم هوس می خورم، یعنی زنا با چشم می کنم، خودم را داشته نمی توانم، برایم سخن گوی که تو از این نگاهی بد به زنها دست کشم. شیخ گفت: از همین روز اعتباراً اگر یک زن را با چشم بد نگریستی 50 رکعت نماز میخوانی، اگر 2 زن را نگریستی 100 رکعت نماز میخوانی. مرد سخن شیخ را قبول کرد. روز اول 10 زن را با چشم بد نگریست، آمده در برابرش 500 رکعت نماز خواند. روز دوم باشد 8 زن را نگریست، در برابرش آمده 400 رکعت نماز خواند. همین طور آهسته آهسته کم شدن گرفت. بالاخره تماما به زنها نگاه نمیکرد. خودش از این عملش حیران شد و نزد شیخ آمده سببش را پرسان شد. شیخ گفت: سبب در این که تو وقتی که قصد کرده که در برابر نگاه هر یک زن 50 رکعت نماز میخوانی، شیطان ناراحت شد. دید که تو هر یک زن نامحرم را که نگاه کردی، نماز خوانده ایستاده ای، تعداد زنها را کم کردن گرفت. آمده شیطان نفس تو را از چشمان دور کرد تا اینکه دیگر نماز نخوانی و خداوند را عبادت نکنی. سببش این است که تو دیگر زنها را نگاه نمیکنی. مثال دیگر دوره های ابو حنیفه رحمت الله علیهم بود. مرد نزدش آمده و گفت: ای ابو حنیفه، من پولهایم را پنهان کردم، اما جای پنهان کردم در خاطرم نیست، فراموشش کردم. هر قدر که فکر میکنم اما هیچ به خاطرم نمی آید که در کجا پنهان کردم. برایم چیزی بگوی که تا خاطرم برقرار شود و پولهایم را پیدا کنم. خداوند از ابو حنیفه رحمت الله علیهم راضی باشد گفت: شب از خوابت خسته طهارت میکنی و نماز تهجد میخوانی، بعد وی تا نماز بامداد نماز نافله میخوانی، انشاءالله خاطرت برقرار میگردد و آن پولهایت را مییابی. خلاصه مرد رفته به خانه اش. وقتی نماز تهجد شد و از خوابش خیست و در حالت طهارت کردن بود که جای پولهایش به خاطرش آمد و رفته پولهایش را گرفت و فردا صبح نزد ابو حنیفه رحمت الله علیهم آمده و گفت: من شب خستم به خاطر نماز خواندن، در وقت طهارت کردن بودم که پولهایم در خاطرم آمد که در کجا پنهان کرده بودم. در حال رفته پولهایم را گرفتم. ابو حنیفه رحمت الله علیهم پرسیدند: بعد یافتن پولهایت نماز تهجد و تا بامداد نماز نافله خواندی؟ مرد جواب داد: نه، نخواندم. ابو حنیفه رحمت الله علیهم گفت: وقتی که جای پنهان کرده پولهایت را فراموش کردی، این شیطان سبب شد که تو پولهایت را نیابی. وقتی که من گفتم رفته این عملها را تا صبح انجام ده، تو راضی شدی که حتما انجام میدهم. تو شب به خاطر نماز خواندن از خوابت بیدار شدی و نیت داشتی که تا صبح نماز بخوانی. شیطان تو را نگذاشت که تا صبح خدا را عبادت کنی. به همین خاطر در حالت طهارت کردنت شیطان پولهایت را به خاطرت آورد تا اینکه تا صبح نماز نخوانی. لکن تو همین شب رفته به خاطر ناراحتی شیطان شده تا صبح نماز بخوان. مثال دیگر مرد نزد یک عالم رفته و گفت: من کوشش میکنم که در نمازهای بامداد برخیزم، اما نمیتوانم. چیکار کنم که در نمازهای بامداد خستم برایم آسان شود؟ عالم گفت: تو برو شب پیش از خواب رفتنت نیت کن که اگر من همین سحر در نماز بامداد نخستم 1000 رکعت نماز میخوانم. اگر صبح در نماز بامداد نخستی حتما 1000 رکعت نماز بخوان. مرد راضی شد و گفته های عالم را قبول کرد. خلاصه مرد پیش از خوابش این نیت را کرده خواب کرد. سحر وقتی نماز بامداد بود، خود از خوابش بیدار شد. مرد حیران شد که این چی سیر داشته باشد. من همین قدر کوشش میکردم که در نمازهای بامداد برخیزم، اما نمیتوانستم. نزد عالم آمده و گفت: سیر این حادثه را به من فهمان که در چیست؟ عالم گفت: وقتی که تو شب نیت کردی که
همین سحر در وقت نماز بامداد اگر من نخستم 1000 رکعت نماز میخوانم. شیطان از این نیت تو ناراحت شد، به همین خاطر نگذاشت که تو 1000 رکعت نماز خوانی. وقتی نماز بامداد خودش تو را بیدار کرد تا اینکه 4 رکعت نماز بخوانی و 1000 رکعت نماز نخوانی. این است منفیت شیطان به انسان. برادران و خواهران، کوشش کنید و عقلتان را کار فرمانید. والله قسم شیطان خدمتگار شما می شود. الله همه شما را نگهبان باشد. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله.